درود به شما دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم و این افتخار ماست که بتونیم با همدیگه در دوره‌های مخصوصی که برای شما عزیزان تهیه کردیم با همدیگه جلو بریم و خیلی خوشحالم که در کنار دوست و برادر عزیزم کشیش فریدون عزیز هستم. درود به شما، خوش آمدید. مرسی، متشکرم ناتان عزیز. ممنونم که باز دعوت کردید. چقدر باعث خوشحالی و سرافرازی منه و خوشحالم که در خدمت عزیزان هستیم و در مورد مسئله مهم شاگردسازی داریم با هم دیگه تبادل نظر میکنیم. دعای من اینه که حتی اگر نتونستیم مشکلی رو حل کنیم، لااقل به مشکل یه دریچه‌های تازه‌ای رو باز کنیم که بتونیم مشکل رو از دیدگاه‌های جدیدتر ببینیم. خدا رو شکر، خدا برکتتون بده. مطمئنم که این آغازی خواهد بود برای یک سری همکاری‌های بیشتر و خدمت‌های بیشتر و واقعا خدا رو شکر می‌کنم. خودم شخصا خیلی خوشحال هستم و مرسی از شما که با ما هستید. همینطور که می‌دونید هفته قبل در رابطه با مشخصات یک شاگرد مسیح صحبت کردیم و واقعا خیلی مهمه که ما باید بدونیم وقتی که ما شاگرد مسیح میشیم چه اتفاقی تو زندگی ما میفته. آیا فقط باید بدونیم که وقتی که به مسیح ایمان میاریم همه چیز عالی و آروم و در واقع ساکت خواهد بود؟ نه، اینطور نیست. درسته که فیض خدا هست، محبت او هست، پیروزی ها هست، ولی در کنارش جفاها و سختی ها هم هست. برای شما از کلام خداوند خوندم در رابطه با اینکه ما باید نفس خودمون رو انکار بکنیم، در رابطه با اینکه باید صلیب خودمون رو واقعا هر روز برداریم و پیروی عیسی مسیح رو انجام بدیم. ولی امروز میخوام در ادامه برای شما باز هم از انجیل لوقا باب 9 آیات 57 تا 60 رو بخونم. کلام خداوند اینطور میفرماید: در راه شخصی به عیسی گفت هر جا بروی تو را پیروی خواهم کرد. عیسی پاسخ داد روباهان را لانه هاست و مرغان هوا را آشیانه ها، اما پسر انسان را جای سر نهادن نیست. عیسی به شخصی دیگر گفت مرا پیروی کن. اما او پاسخ داد سرورم، نخست رخصت ده تا بروم پدر خود را به خاک بسپارم. عیسی به او گفت بگذار مردگان خود را به خاک بسپارند. تو برو و به پادشاهی خدا موعظه کن. دیگری گفت سرورم، تو را پیروی خواهم کرد، اما نخست رخصت ده تا بازگردم و اهل خانه خود را وداع گویم. عیسی در پاسخ گفت کسی که دست به شخم زنی برد به عقب بنگرد شایسته پادشاهی خدا نباشد. بله، واقعا همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، مسیح در واقع انگاری که هر کسی هم که میخواد شاگرد بشه یه جورهایی منصرفش میکنه. طرف با اشتیاق اومده، ولی دقیقاً و این اون مدلی هستش که ما باید به مردم بگیم که شاگردی مسیح یعنی چی. صرفاً این که ما عنصر جفا رو از توش ورداریم و هر چیزی رو تبدیل کنیم به سازش فایده ای نداره. مسیح خودش خیلی روشن و آشکار داره مطرح میکنه. مسیح در اینجا این سه نفری رو که اینجا داره مطرح میکنه در ادامه همون داره شاگردسازی رو میگه. طرف بدو میاد میگه که من میخوام دنبالت بیام. مسیح برمیگرده میگه چیه؟ روباهان رو آشیانه ها، کلاغ‌ها رو ها، ولی پسر انسان رو. یعنی در واقع داره مسیح بهش میگه که میدونی چیه؟ تو اگه میخوای شاگرد من باشی باید از دنیا جدا باشی. تو بر دنیا خواهی بود، تو از این دنیا خواهی بود، ولی اینکه متعلق به این دنیا باشی نیستش. متاسفانه یکی از مشکلات اساسی که در مسیحیت امروز ما وجود داره این هستش که مسیحیت امروز ما رنگ و بوی دنیا رو داره میده. اصلا نشون دهنده این نیستش که ما از دنیا جدا هستیم. اونقدر با سازش‌های مختلف زندگی رو آلوده کردیم که متاسفانه تئولوژی‌های مختلف هم دست ما رو تو این قضیه باز میذارن و در نتیجه یه جوری همون حرف مارکس که گفت دین افیون بسا توده هاست در واقع ما رو نشه میکنه. با این آقا تئولوژی بازی بکنیم و فلان و بهمان اینا خودمون رو تخدیر میکنیم، در حالی که مسیح داره مطرح میکنه آقا تو از دنیا جدا هستی. شاگرد من شاگردیه که از دنیا جداست. و بعد نفر دوم مطرح میشه، میاد اونجا و مسیح برمیگرده بهش میگه که میدونی چیه؟ تو هدفت اینه که بری فلان کار بکنی، مشکلی در هدف تو وجود نداره، مشکل در اولویت توست. بنابراین عزیز من بی خیال شو. میخوای باباتو دفن کنی، بذار مرده های خودشون دفن کنن. در واقع داره مطرح میکنه که انسان هایی هم که دارن نفس میکشن از نظر خدا در دیکشنری خدا فرقی با مرده ندارن. چرا؟ برای اینکه تعریف ما از زنده بودن چیه؟ نفس میکشیم،
در دیکشنری خدا این نیست. در دیکشنری خدا وقتی که صحبت از زوئی هست، حیات جاودان نیست، حیاته. حیات یعنی چیزی که توش مرگ نیست. اگر من زندگی رو دارم میکنم که در انتها مهم نیست چیکار بکنم، مرگ سراغم خواهد اومد، این دیگه حیات نیستش، که این مرگ تدریجیه. پس وقتی که مسیح داره میگه بذار مرده ها مرده هاشون رو دفن کنن، داره مطرح میکنه که تو اگه انتخابت حیاته، تو اگه میخوایی که بیای شاگرد من بشی، که این شاگردی من در واقع یعنی این که تو از وضعیت مرده نجات پیدا میکنی، در یک حیات تازه قرار میگیری، این دیگه برای تو هدفی هستش که بر هر هدف دیگه میچربه. شاگرد من میخوای بشی، اینه هدفت. از هدفهای شخصی خودت دست بردار. آقا ما هدف داریم اله بکنیم، بله بکنیم، بهمان بکنیم، فلان بکنیم و بعد شاگرد مسیح هم باشیم. مسیح میگه بی خیال شو، برو اونا رو انجام بده و شاگرد من نمیخواد بشی. برای اینکه اگه میخوای شاگرد من بشی، هدف منه. این البته معلومه که یک خواسته خیلی بولدیه، خیلی جسورانه است، ولی مسیح ابایی نداره یک چنین ادعایی رو بر زندگی ما داشته باشه. چرا؟ برای اینکه بزرگترین نیازی رو که ما داریم مسیح برای ما برآورد کرده. بر اساس فیض و رحمت خودش ما رو از مرگ به حیات آورده. بنابراین او هر حقی رو داره که بر زندگی ماها، بر زندگی کسانی که میخوان شاگردش بشن، یک چنین ادعایی رو داشته باشه. و اون سومی هم که میبینیم که چقدر جالبه، اون یارو میاد میگه اول بذار، مسیح میگه اول منم، اول بذار من برام اون کار بکنم. نه، اتفاقا اول تو زندگی تو من هستم. اینه که ما وقتی که یک چنین دعوتی رو در این آیات داریم نگاه میکنیم، واقعا میبینیم که شاگردی عیسی مسیح در واقع بزرگترین عنصری که در توش هستش عنصر جفاست و ما باید این رو واقعا جدی بگیریم. مسیح میگه کسی که میخواد شخم بزنه و دائم به عقبش نگاه بکنه لایق من نیست. ما لااقل در کتاب مقدس یک چنین تصویری رو داریم، تصویر زن لوط که نجات پیدا کرد از اون شهر، ولی چی؟ دائم چشش به عقب بود و همین چشم به عقب باعث شد که تبدیل به ستون نمک بشه، زندگیش از بین بره. اگر ما شاگردیمون، مسیحیتمون به این شکل که دائم داریم به دنیا نگاه میکنیم انگاری که یه چیز گم کرده ای اونجا داریم، انگاری که از یه چیزی داریم محرومیم، مسیح میگه عزیز من بی خیال شو، برو سراغ همون دنیا، برای اینکه تو نمیتونی شاگرد من باشی. با این تصاویری که مسیح میبینیم از شاگردی خودش ناتان جان مطرح میکنه، پس مسئله خیلی جدیه. شاگردی مسیح، مسیحیت یک امر بسیار جدی هستش. مسیحیت صرفاً عوض کردن دین نیست. وقتی که انسان مسیحی میشه، دعوتش اینه که بیاد و بمیره، غیر از این چیز دیگه نیست. بله، در نفس خودش و واقعا باید سازش نکرد در واقع با اون چیزهایی که دنیا از ما میخواد. و این خیلی مهمه که دوستان این رو به افراد تعلیم بدیم که جفا هست در مسیحیت و واقعا نباید سازش کرد. چون برادر ازم یک در واقع به گفته این دنیا میگه که گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، در صورتی که ما این رو واقعا تو انجیل نمیبینیم و برعکسش خدا من میگه که اتفاقا این جماعتی که اگه بخوای همرنگش بشی به خاطر اینکه ارزش‌هاتو واقعا بخوای حفظ بکنی، نباید اتفاقا همرنگ بشی. من با اجازه شما پس این آیات رو خیلی سریع میخونم برای دوستان. از انجیل لوقا باب 14 دوستان برای شما قرائت میکنم از آیه 25. جمعیتی انبوه عیسی را همراهی میکرد. او رو به بدیشان کرد و گفت هر که نزد من آید و از پدر و مادر و زن و فرزند و برادر و خواهر و حتی از جان خود نفرت ندارد، شاگرد من نتواند بود. و هر که صلیب خود را بر دوش نکشد و از پی من نیاید، شاگرد من نمیتواند بود. کیست از شما که قصد بنای برجی داشته باشد و نخست ننشیند تا هزینه آن را برآورد کند و ببیند آیا توان تکمیل او را دارد یا نه؟ زیرا اگر پی آن را بگذارد اما از تکمیل بنا درماند، هر که ببیند استثناء کرده گوید این شخص ساختن بنایی را آغاز کرد اما از تکمیل آن درمانده است.
و یا کدام پادشاه است که راهی جنگ با پادشاهی دیگر شود بی آنکه نخست بنشیند و بیندیشد که آیا با 10,000 سرباز میتواند به رویی با کسی رود که با 20,000 سرباز به جنگ او میآید؟ و اگر بیند که او را توان رویارویی نیست، آنگاه تا سپاه دشمن دور از سخنگویی خواهد فرستاد تا جویای شرایط صلح شود. و همین سان هیچ یک از شما نیز تا از تمامی دارایی خود دست نشویید، شاگرد من نتواند بود. نمک نیکوست، اما اگر خاصیتش را از دست بدهد چگونه میتوان آن را باز نمکین ساخت؟ نه به کار زمین میآید، نه در خور کپه کود است، بلکه آن را دور میریزند. هر که گوش شنوا دارد بشنود. مسیح خودش داره میگه هر کی تکلیفش رو مشخص کنه. و در واقع در این متن سوم که باز مسیح انگشت میذاره برای شاگرد بودن، ببینید چی داره میگه. اولا دعوت ما برای شاگرد بودن چیا رو در خودش داره؟ این که از خانواده خودمون بگذریم. دوم چی داره؟ این که از جان خودمون بگذریم. ای بابا. سومیش اینه که از مایملک خودمون بگذریم. مسیح وقتی که داره شاگردان رو میفرسته، اصلا ریخت و قیافه شاگردان در نظر دارن میرن برای مأموریت، میگه پول ور ندارید، پیرهن اضافه ور ندارید، کفش اضافه ور ندارید. دقیقاً وضعیت یک فردی که کاملاً برای زندگی در این دنیا متکی به عیسی است. داره اینو مطرح میکنه در این آیات. و در واقع وقتی که نگاه میکنیم به این، در واقع اون 3 نفر که گفتم میان، عیسی داره به اون میگه که میخواید دنبال من باشی، شاگرد من در زندگیش اولویت بندی باید به وجود بیاد. اولویت هامون رو باید مشخص کنیم که اولویت من چی هست در این زندگی. اصلا تو این زندگی دارم زندگی میکنم، دنبال چه اهدافی هستم. مسیح داره میگه که ببین، منش قلبیت، حرف زدنت نه، منش قلبیت باید این باشه که تو اولویت هایی رو بچینی که اولویت های منه. ما این رو در سراسر عهد جدید می‌بینیم. در اون انتخاب هایی که شاگردان عیسی مسیح داشتن می‌بینیم. اگر شما برید نگاه کنید به اون لیست بلند بالایی که در عبرانیان فصل 11 هست که ما اسمشون رو گذاشتیم قهرمانان ایمان، اونا قهرمانان ایمان نیستن که، اونها مسیحیانن، مسیحیان واقعی، ولی چون زندگی ما با اونا فرق داره، چون ارجحیت هامون، اولویت هامون باشون فرق داره، اسمشون رو گذاشتیم قهرمان. اون زندگی عادی یک مسیحیه، فردی که اولویت هایی رو که انتخاب کرده بر اولویت های خودش از نظر شخصی و بر اولویت هایی که این دنیا داره میچربه. بنابراین در این متن مسیح ما رو دعوت میکنه، یک، اولویت ها تو درست کن. تو که میخوایی که بیای شاگرد من بشی، بدون مثلا پادشاه و بنا رو داره مثال میزنه، میگه از الان بشین فکر کن که این شاگردی برای تو چقدر تموم خواهد شد، که اگر نمیتونی بهتر از اینه که شروع کنی و نتونی. دست نگردار، برو دنبال زندگیت. تو نمیتونی هم شاگرد من باشی هم دنبال مادیات این دنیا بری. و بعد مسیح میبینیم که مطرح میکنه و اتفاقا در اون آیه قبلیش که باید توضیح میدادم، در 23 57 تا 23 تا 26 میگه که چه سودی داره برای اینکه یک نفر جان چیکار بکنه، تمام دنیا رو به دست بیاره ولی جان خودش رو به دست بیاره. و بعد یه حرفی رو اضافه میکنه، میگه اگر کسی بخواد جان خودش رو حفظ بکنه از دست خواهد داد، اگر کسی بخواد از دست بده او رو باز به دست خواهد آورد. و جالبیش اینه که در متن یونانی برای این جان اولا زندگی نیاورده، جانه، و برای جان لغت‌های مختلف وجود داره که معروفترینش بایوسه که همین لغت انگلیسی بیولوژی که ما از همون میاد، و دومیش لغت سایکه که همین سایکولوژی ما ازش میاد. اینجا بایوس به کار نمیره، اینجا سایک، روان به کار میره. که در واقع مسیح داره اینو میگه که تو به عنوان شاگرد من در اولویت‌های جدید باید باشی. دوم، تو به عنوان شاگرد من باید مشخص کنی
که آقا خویشتن شناسی خودت رو در چی میخوای دنبال کنی؟ این منیت، این هویت خودت رو میخوای در چی دنبالش باشی؟ بله. برای اینکه اگر بخواهی در اون چیزهایی که خودت دلت میخواد دنبالش باشی، بی هویت خواهی بود. الان به وضعیت دنیای ما نگاه کن، به وضعیت جوانان ما نگاه کن، به وضعیت افراد در این دنیا نگاه کن. بی هویتی بزرگترین مشکلی هستش که ما الان در میان این همه افراد روبرو هستیم. چرا؟ برای اینکه مردم دائم میخوان هویت به دست بیارن، ولی مثل حباب همینطور داره میترکه. مسیح داره میگه که به عنوان شاگرد من، وقتی که اولویت‌های جدید تو چیدی، اون وقت تازه باید مشخص کنی که تو برای اینکه این هویت به عنوان فریدون رو داشته باشی، این هویت رو در چی جستجو میکنی؟ در تحصیل؟ در پول؟ اینا چیزای بدی نیستند، ولی اگر بخوای در اینها جستجو بکنی، آن هویت واقعی خود را از دست خواهی داد. هویت تو یعنی شاگرد من. مسیح برگشت به شاگردان گفت که شما رو بنده و نوکر و غلام نمیخونم برای اینکه نیستید، شما رو دوست میخونم. وقتی که استاد اعظم با شاگرد در رابطه دو طرفه قرار میگیره، در اون رابطه دو طرفه گفتم ما هویت داریم. مسیح برمیگرده میگه که نزد پدر خود و پدر شما میرم. ما در این به اصطلاح اکویژن، در این تساوی ما هویت داریم و مسیح داره میگه که نه فقط اولویت ها تو باید درست کنی، بلکه باید مشخص باشه برات که هویت خودت رو در چی پیدا میکنی. اگر ما هویتمون با هویت مسیح عجین نباشه، کم میاریم. و میگه که مثل اون پادشاه، مثل اون بنا بشین فکر کن، مبادا وارد جنگی بشی که نتونی تمامش بکنی، مبادا برجی رو شروع کنی که نتونی بسازی. اینها اون چیزایی است که مسیح داره مطرح میکنه. وقت مسیح چیز جالبی رو داره مطرح میکنه، میگه که شاگرد من باید رحمتی تازه رو زندگی بکنه. و این در واقع کلیدی هستش که بتونیم اول و دوم را انجام بدیم. اول صحبتمون یادتونه بین نجات و بین شاگرد سازی چه گفتیم، چه کانکشنی وجود، رابطه‌ای وجود داره. الان همون رابطه است، دوباره برگشتیم. ما تا زمانی که رحمت خدا رو تجربه نکنیم که تجربه نجات از طریق فیض، تا زمانی که این رحمت رو که تجربهش کردیم زندگیش نکنیم، در زندگی ما واقعی نباشه، چه چیزی میخواد ما رو انگیزش بده که اولویت هامون رو عوض کنیم یا بخواهیم که هویت خودمون رو در هویت یک فردی که حاضر هر روز خار بشه، حاضر هر روز پا روش بذاره، حاضر صلیب خودش رو برداره، حاضر خودش رو انکار کنه، واسه چی؟ مگه ما مازوخیست هستیم؟ نه، چون رحمت رو ما چیکار کردیم؟ پذیرفتیم. خود عیسی مسیح میگه کلام خدا که به خاطر آن خوشی که در پیش رو بود رنج صلیب رو متحمل شد. اگر ما شاگرد یک چنین فردی هستیم، در واقع اگر این رحمت رو از طریق آن کاری که مسیح کرد ما گرفتیم، دقیقاً حرف پولس چقدر درست در میاد که این فکر در شما باشه که در مسیح عیسی بود، که چون با خدا برابر بودن رو دو دستی بهش نچسبید، بلکه خودش رو خالی کرد. چرا؟ برای اینکه او اولویت‌های خودش رو چیده بود، برای اینکه او هویت خودش رو میدونستش چیه، بی هویتی نبود و رحمتی رو برای من و شما آورد که به عنوان شاگردان مسیح از عهده این کار بر بیاییم. اگه این رحمت ناتان جان در زندگی ما نباشه و اگه اینو رسما، اینو به شکل واقعی، نه به شکل کلیشه‌ای، آقا من نجات دارم چون به مسیح، بلکه این رحمت رو من تجربه نکرده باشم، واقعا اول و دومی رو نمیتونم انجام بدم. بذارید بگم که وقتی که میگیم رحمت یعنی چی، ببینید بین فیض و رحمت دو تا مسئله بود. ببینید خدا بر اساس شخصیت، وارد مسائل الهیاتی بشم، خدا بر اساس شخصیت خودش عمل میکنه. شخصیت خدا محبته، شخصیت خدا قدوسیته. خب ولی این شخصیت قدوس و شخصیت با محبت خدا زمانی که با انسان
در ایجاد در رابطه قرار میگیره تا اونجایی که به انسان مربوط میشه، محبت خدا خودش رو به شکل فیض نشون میده. یعنی اینکه مسیح چیزی رو به انسان میده که انسان لیاقتش رو نداره. اون وقت عدالت خدا خودش رو در رحمت نشون میده. یعنی مسیح، یعنی خدا باز هم آنچه رو که انسان لیاقتش رو داره، یعنی عذاب جهنم، دوری از اون رو بهش نمیده. پس رحمت و فیض میبینید که با همدیگه دست به دست هم میرن جلو، به همون شکل که محبت و عدالت خدا، قدوسیت خدا در وجود او دست به دست هم دارن میرن جلو. و حالا وقتی که ما از طریق فیض و رحمت ما میاییم یک چنین تجربه ای رو پیدا میکنیم، اگر این رو به شکل واقعی تجربه کرده باشیم، این ما رو میکنه شاگرد و در نتیجه این چیزها رو میتونیم انجام بدیم. و تحمل سختی ها چقدر راحت‌تر خواهد بود و چقدر نقش اساسی دارن خادمین عزیز که این تفکر درست رو، اینی که من شاگرد بدونم اولویت‌های من چیه و در این حال هم بدونم که واقعا هدف من از تحمل کردن این سختی‌ها چیه. آیا واقعا به خاطر عشق به خداوند دارم اینا رو تحمل میکنم که چقدر آسان‌تر خواهد بود. اگر نه واقعا به قول خداوند عیسی مسیح بهتره که از همون اول بشینیم فکر کنیم و ببینیم اگر نمیتونیم واقعا قدم بر نداریم. دقیقاً اگر ما می‌خوایم مردم رو شاگرد سازی بکنیم، قاعدتاً باید نقطه شروع ما از نجات باشه. نقطه شروع ما از اونجا باشه که طرف درک کنه که خدا در فیض خودش چه محبت و چه رحمتی رو شامل حالش کرده و اونو بگیره، دریافت کنه، مسیحیت براش یک زندگی واقعی باشه تا بتونه بر اساس اون تجربه یک شاگرد رو در زندگی بکنه. بدون این بقیه چیزها در واقع صرفاً حرف تو خالیه. درسته. بسیار عالی. پس در مورد هویت صحبت کردیم، اولویت‌ها رو صحبت کردیم و فکر می‌کردم شاید حالا که اینجا اومدیم، فقط میدونم وقت زیادی ندارم، همش 5 دقیقه ازش باقی مونده، چند تا آیه رو حتی بهش اشاره بکنیم که حالا مسیح خودش، ببینید مسیح گفته که شاگردی من چیه، حالا مسیح بر اساس کاری که میکنه از شاگرد چه توقعی داره. اتفاقا اینها رو من فکر کنم که در انجیل یوحنا من لیست کردم اینجا، میتونی از روی این مسئله بری جلو که این عزیزان ما بدونن که یک نفر که شاگرده، یک نفر که این فیض رو میگیره، یک نفر که مطابقت میکنه مسیح رو، مسیح ازش چه انتظاری داره و ببینیم که ما در این انتظاری که مسیح میگه خود ما به عنوان شاگرد کجا هستیم. بله 100%. دوستان من آیات رو خیلی سریع خدمت شما میخونم. آیه در رابطه با همین توقع عیسی مسیح از فردی که شاگرد اون هست. یوحنا 8:31 تا 32 چنین میفرماید: اگر شما در کلام من بمانید، فی الحقیقت شاگرد من خواهید شد و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. یعنی در کلام من اگر بمانید شاگرد میشید. پس باید در کلامو بمانیم. یوحنا 13:12 تا 15: و چون پایهای ایشان را شست، رخت خود را گرفته باز بنشست و به ایشان گفت: آیا فهمیدید آنچه به شما کردم؟ شما مرا استاد و آقا می‌خوانید و خوب می‌گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که آقا و معلم هستم پایهای شما را شستم، بر شما نیز واجب است که پایهای یکدیگر را بشویید، زیرا به شما نمونه‌ای دادم تا چنان که من با شما کردم شما نیز بکنید. پس اینجا می‌بینیم که دیگه در یک کلام خودش همین چیزی رو میگه واقعا. یوحنا 13:34 تا 35 اینطور می‌فرماید: به شما حکمی تازه میدهم که یکدیگر را محبت نمایید، چنان که من شما را محبت نمودم تا شما نیز یکدیگر را محبت نمایید. به همین همه خواهند فهمید که شاگرد من هستید، اگر محبت یکدیگر را نگاه دارید. این چیزی که مسیح از شاگرد خودش انتظار داره. 2 تا آیه دیگه هم هستش تو حالا که تا اینجا اومدیم اینا رو حتما برادر گلم. و یوحنا 15:7 تا 8 میفرماید: اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنچه خواهید بطلبید که برای شما خواهد شد. جلال پدر من آشکار می شود به اینکه میوه بسیار بیاورید و شاگرد من بشوید. و یوحنا 15:12 تا 17 میفرماید: این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید، همچنان که شما را محبت نمودم. کسی محبت بزرگتر از آن ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. شما دوست من هستید اگر آنچه به شما حکم میکنم به جا آرید. دیگر شما را بنده نمیخوانم، زیرا که بنده آنچه آقایش میکند نمیداند، لیکن شما را دوست خوانده‌ام، زیرا که هرچه از پدر شنیده‌ام به شما بیان کردم. شما مرا
بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر کردم تا شما بروید و میوه آورید و میوه شما بماند تا هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا کند. چقدر جالبه. ما دوست داریم که همه دعاهای ما جواب پیدا کنه، ولی برای اینکه دعاهای ما جواب پیدا کنه لازمه که در اقتداری قرار داشته باشیم که مسیح به عنوان شاگرد داره از ما میطلبه. برید میوه بیارید، میوهاتون بمونه تا شاگردان من بشید. مسیح داره به این شکل برخورد میکنه. میبینیم چقدر مسیح توقع داره. پس میگم ناتان عزیز من، صحبت رو زیاده ولی بیایم صحبت رو حالا دیگه درز بگیریم. نظرت چی هست؟ خواهش میکنم. اینه که میخوام چند مورد رو خلاصش بکنم، چیز زیادی نداریم. اینکه شاگردی مسیح یه گزینه نیست. این نیستش که 2 تا انتخاب داره ما یکی رو انتخاب کنیم. نه، ما 2 نوع مسیحی نداریم، فقط یکی داریم و اونم شاگردی مسیحیه. شاگردی سفر زندگی برای یه مدت مشخصی نیست، بلکه برای تمام زندگی. مخصوصا هم مسیح که داره اینها رو توضیح میده، اینا در راه سفر به اورشلیم هستن، جایی که قرار مسیح اونجا مصلوب بشه. چقدر هم این به اصطلاح و اینکه نجات هدف نیست، نجات نقطه شروعه در پیروی از عیسی مسیح، که این رو هم در نظر داشته باشیم که عزیزان ما بدونن که شاگردی، شاگردسازی و شاگرد مسیح بودن چقدر هم برای خدا مهمه و هم برای ما مهمه. خدا شکر. مرسی برادر عزیزم، واقعا دوره عالی هست. من خودم دارم برکت میگیرم از شما و دوستان. واقعا این چند هفته که با ما بودید یک مقدمه است به فیض خدا از دوره‌های بیشتری که در آینده با هم خواهیم داشت. برادر فریدون عزیز، خود من شخصا از شما خیلی خیلی سپاسگزارم. مرسی، عزیز دل هستین. مرسی و باعث افتخار ماست. و دوستان بازم میخوام تشویقتون بکنم که از وبسایت برادر عزیزم دیدن بفرمایید، از لینک هایی که برای شما قرار میدیم و همینطور این دروس به فیض خدا به زودی بر myklisa.com هم خواهد اومد و شما رو تشویق میکنم که این درس‌ها رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و واقعا در کنار هم بایستیم تا شاگردان بسازیم برای عیسی مسیح و پیروزمندانه در کلیساها پیش بریم و اجازه بدیم که خداوند واقعا به ما این فیض رو بده که برای او هر جا که هستیم بدرخشیم. خدا برکتتون بده برادر عزیزم و به ما قول بدید که باز هم پیش ما بیایید و از شما ما برکت بگیریم. حتما بیشتر ما در این زمینه‌ها صحبت‌ها خواهیم داشت. این صرفاً یک شروع بحث بود و ادامه خواهد داشت. بسیار عالی. دوستان پس از شما دعوت میکنم که با ما در دوره‌هایی که در آینده خواهیم آورد همراه باشید. دوستتون داریم. در عیسی مسیح شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.